والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. مهمانان محترم، حاضرین مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز که این مجلس بزرگ جور شده، در این 4 معدن را ما امروز قراردادش امضا میکنیم. یک معدن بزرگ طلا است و یک معدن بزرگ چی است از زغال سنگ است او سیوم معدن بزرگ آهن پشتون زرغون است. چهارم معدن بزرگ استخراج کرومایت است. اول معدن اسم شرکت حضرت بلال خالد لیمیتد شرکت. امرایی ما قرارداد امضا میکنیم. نوع معدن زغال سنگ، ساحه مسجد چوبی، ولسوالی کروخ، ولایت هرات. این کارهاش انجام شده. اولوی سره به نن موږ قرارداد امضا کوو. مجموعه سرمایه‌گذاری دوی په اکتشاف په استخراج کې 150 میلیونه او لکه او 1,195 افغانۍ 151,28195 افغانی. این مجموعه سرمایه‌گذاری است. رویالتی که به وزارت معدن میدهد 2200 افغانی فی تن رویالتی برای وزارت میدهد. خدمات اجتماعی 15 میلیون افغانی به دوی التا هر کال مصرفی. مساحت پروژه 1.6 کیلومتر مربع ساحه است و این در هرات است. امروز انشاءالله این امضا می شود و انشاءالله بعدها هموطنان ما شما کار مستقیم برایش پیدا می شود. دوم شرکت استخراج و پروسس مدثر آشنا و باختر یونین. نوع معدن طلا. دا د سرو زرو معدن ده او قرزغن ورته وایي په بغلان کې. بدره کیان مشهور بود. دوشی ولسوالی ولایت بغلان. ولایت بغلان ولسوالی دوشی ساحه قرزغن که بدره کیان مشهور است. ټول سرمایه گذاری اکتشاف که 11,594,500 افغانی. سرمایه گذاری در بخش بهرهداری و پروسس 100% شرط است بر این که این طلا استخراج می شود. پروسس 100% در افغانستان باشد. در پروسس و در استخراج که یا سرمایه‌گذاری می کند 113,384,400 افغانی. مجموعه پروژه که یا سرمایه‌گذاری می کند 124,979,100 افغانی. رویالتی است که 55% برای امارات می دهد. څومره طلا چې استخراجیږي 55% دا به امارات ته ورکوي او 45% از شرکت است و در این مالیه بر عواید هم سرش می آید. 20% مالیه بر عواید است و گمرکات سرش می آید. شاید به یا 20% بمانه یا 30%. مساحت 5 کیلومتر اشاریه 33 تقریبا څه کم 15 کیلومتر مربع ساحه ده. خدمات اجتماعی در سال 5 میلیون افغانی به مردم خدمات تقدیم می نماید. دریم شرکت اسم شرکت همکاران غرب. همکاران غرب سره د موږ قرارداد چې د یو کال سره مصروف وو. اوس یا قرارداد ما
به اتمام رسید و موافقت‌های همه‌جانبه صورت گرفت. مجموع سرمایه گذاری در پروژه 140 میلیون 150,459 دلار آمریکایی یا سرمایه گذاری مجموع می کند. مساحت پروژه ای معدن بزرگ آهن است 16.81 کیلومتر مربع، 14 تقریبا 12 کیلومتر مربع ساحه ده دا پشتون زرغون ولایت هرات کې. خدمات اجتماعی سالانه 5 میلیون افغانی. روایتی است که 20% بعد از پروسس ای حق امارت است. 60% به امارت ورکی، پس پروسس 100%. سل په سلو کې پروسس نه وروسته 60% د امارت حصہ ده او 80% د دوی ده او په دې کې 60% مالیه بر عایدات راځي کې چې دا 40% شي او ګمرکات راځي هغه جدا دي د افغانستان لپاره. همدارنګه خدمات اجتماعي دی پیش کړي او په څو کسانو ته به مستقیم و غیر مستقیم کار پیدا کیږي و در این شرطی است که 100% پروسس در افغانستان کند. هیچ وقت ما به کسی اجازه نمیدهیم که مواد خام ما انتقال شود از افغانستان. یک معدن اگر ما مواد خام بدهیم و یک معدن است، اگر پروسس در افغانستان صورت گیرد و 10 معدن جور می شود و به این بازارها افغانای ما زمینه کار مساعد می شود و افغانستان به یک مملکت صادراتی آهن انشاءالله تبدیل می شود. این 20% بعد از پروسس برای امارت داده می شود، 80% از کمپانی است و 100% پروسس در افغانستان شرط است. یا یک فابریکه بزرگ پروسس آهن و ذوب آهن یا در هرات انشاءالله جور می کند. تعهداتی نمی است و در قرارداد نمیشته است. اگر به تعهدات خود هم نمیشته است کسی عمل نکرد، قرارداد اتومات فسخ می گردد و حق شکایت باز کسی ندارد. چهارم، نیز در هرات می خواهم که به شما یادآور شوم در ولسوالی غوریان 9.5 کیلومتر مربع ساحه معدن آهن ما داریم که 4 بلاک است، 200 کیلومتر و 200 کیلومتر و 105 کیلومتر. در او هم قرارداد شده، کارهای اکتشافی روان است و به کلگی شرط است که پروسس 100% در داخل افغانستان کند و انشاءالله که در هرات کلان فابریکای ذوب آهن جور می شود که 4 معادن بزرگ غوریان و 1 معدن بزرگ پشتون زرغون است و افغانستان ما خصوصا ولایت هرات ما یک ولایت صنعتی و صادراتی آهن خواهد بود. اسم شرکت چهارم استخراج و پروسس معادن علیم شاه بابا و استخراج و پروسس معادن جاوید نیازی. نوع معدن کرومایت، ولایت پروان، ولسوالی کوهستافی. مجموع سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، استخراج، پروسس 180 میلیون و 2,06,000 افغانی. روایتی فی تن 11,300 افغانی، 11,300 افغانی فی تن. مساحت پروژه تقریبا 4 کیلومتر است، چکم 4 کیلومتر. خدمات اجتماعی 3% از مجموع فروش این مینرال به مصرف به مردم می رساند. مجموع سرمایه گذاری در این کلگی که ما گفتیم 10 میلیارد 150 میلیون 9,10,825 افغانی بالا است انشاءالله. از خداوند متعال توفیق می‌خواهم که کسی سرمایه‌گذاری می‌کند با آن هم نفع باشد و با افغانستان هم نفع باشد و مردم افغانستان خداوند متعال با یک حالت خوب
و خودکفا برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.